چونکه این موضوع در معاشرت‌های روزانه خیلی مهم به حساب می‌رود. در این درس سلام علیکم دوستان انگلیش کده. امیدوارم که هر کجای باشید تن صحت و دائما خوشحال باشید. خب باز امروز خواستیم در موضوع فریزال ورب صحبت کنیم، چونکه این موضوع در معاشرت‌های روزانه خیلی مهم به حساب می‌رود. در این درس 4 فریزال وربی به از سرکاربرد دیگر آماده شده است. حاضر باشد آنها را برای شما شرح می‌دهیم. اگر ابونه نشده باشید حتما در کانال ابونه شده و کانال ما را به یارو نزدیکانتان توصیه دهید. خب بیایید درس را شروع میکنیم. فعل ترکیبی یکم ما break in با زوری به جای وارد شدن برای دزدی یا که به مقصد دزدی. Masked robbers broke in and made off with $8,000. Masked robbers broke in and made off with $8,000. دزدان نقابپوش به بنا داخل شده $8,000 را دزدیدند. جمله دیگر Thieves broke into our office and stole the computers. Thieves broke into our office and stole the computers. دزدان به اداره ما وارد شده کامپیوترها را دزدیدند. معنای دومی آن بریدن، قطع کردن، یعنی سخن یگان کس را بریدن و سینونیم آن interrupt. مثلا As she was talking, he suddenly broke in, saying that's a lie. As she was talking, he suddenly broke in, saying that's a lie. هنگامی که خانم گپ زدن داشت وی ناگهان سخن او را بریده این دروغ است گفت. جمله دیگر I didn't want to break in on his telephone conversation. I didn't want to break in on his telephone conversation. من نمیخواستم صحبت تلفنی او را ببرم. فعل ترکیبی دومی ما و خیلی سرکاربرد break out. معنای یکمی آن ناگهان سر زدن، جنگ، آتش، بیماری و دیگر ناخوشی‌ها. Does anyone know what to do if a fire breaks out? Does anyone know what to do if a fire breaks out? اگر آتش سر زند یگان کس می‌داند که چیکار باید کرد. I was still living in London when the war broke out. I was still living in London when the war broke out. وقتی که جنگ سر شد من هنوز در لندن زندگی میکردم. معنای دومی آن از زندان گریختن. مثال 3 men have broken out of a top security jail. 3 men have broken out of a top security jail. 3 نفر از یک زندان امنیتش خیلی عالی گریختند. جمله دیگر Prisoners dug a tunnel and broke out. Prisoners dug a tunnel and broke out. زندانیان یک تونل کنده از زندان گریختند. فعل ترکیبی سوم ما این turn on که سینونیم آن switch on می باشد. به معنای درگیراندن، کشودن، مثل چراغ، جریان آب، گاز و غیره. I turned on my laptop and checked my mail. I turned on my laptop and checked my mail. من نوتبوکم را درگیرانده پشتم را خبر گرفتم. He didn't let me to turn on the light. He didn't let me to turn on the light. او مرا اجازه نداد تا چراغ را درگیرانم. I want to turn on the TV. I want to turn on the TV. من میخواهم آینه نیلگون را درگیرانم. فعل ترکیبی چهارم و آخرین ما turn off که سینونیم آن switch off می باشد. به معنای خاموش کردن، چراغ، جریان آب، گاز و غیره. Don't forget to turn the lights off when you leave.
Don't forget to turn the lights off when you leave. هنگامی رفتن خاموش کردن چراغ‌ها را فراموش نکنید. Could you turn the TV off please? Could you turn the TV off please? خواهش میکنم آینه نیلگون را خاموش میکنید. It's now safe to turn off your computer. It's now safe to turn off your computer. اکنون خاموش کردن کامپیوترتون به خطر است. خوب تماشابینان عزیز، ویدیو ما اینجا با آخر میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتری نویسید و توصیه کردن کانال رو با یارو نزدیکانتان فراموش نکنید و اگر ویدیو برای شما مفید بود حتما پخش کردن لایک رو دریغ ندارید. باقی سلامت باشید.